یه نکته در مورد پوزیسیون بهتون بگم. وقتی که میخواین شیفت کنین برای پوزیسیون، دستتون رو آروم رو دسته ساز سر ندی، یعنی حساب کتاب نکنین که خب انقدر شد پوزیسیون 3، الان پوزیسیون 4 هستم. اینطوری نرین پایین. این از سر ترسه، از سر احتیاطه که شما میترسین نکنه بپرم شیفت کنم انگشتم زیاد باشه، نکنه شیفت کنم انگشتم کم باشه. در صورتی که شما باید انقدر تمرین بکنید تا دسته سازتون رو حفظ بشین، متر دسته سازتون رو حفظ باشین، بدونین که انقدر میپرم این پوزیشنه، انقدر میپرم این پوزیشنه. و پرش شما مثل یک انفجار باید باشه، انگار اینجا یه چیزی منفجر میشه، دست شما میاد پایین. با حساب کتاب نیارین پایین که بس اینطوری هم دفرمه میشه دستتون، هم وقتی که دارین یه قطعه رو از سر تا ته میزنین اینطوری پایین اومدن جواب نمیده. همین که هیچ وقت یاد نمیگیرین که چقدر دستتون باید بپره، همیشه میخواین حساب کتاب کنین. من خودم با گلیساندو پوزیشن یاد میدم، ولی وقتی موقع اجرا میشه با یه حرکت باید بیاد پایین. پوزیشن واسه اینه که متر دسته رو حفظ این گلیساندو برای اینه که متر دسته رو حفظ کنیم. همین، امیدوارم که موفق باشین.